بالاخره رسیدیم ماهشهر، شهرک بعثت. خسته از یک پرواز، خسته از یک سفر زمینی تقریبا 2 ساعت هم بیشتر شد توی مایه‌ها با مجید خراده عزیز دلم، خواننده محبوب دوست داشتنی که آهنگاش خاص، شعرها، ملودی‌ها خاص، ترانه‌ها خاص و خودش هم خاص. بسیار خاکی، متواضع و دوست داشتنی. اصلا فکرش نمی‌کردم اولین بار حقیقتا مجیدو می‌بینم و اولین بار که بخوام پای کنسرتش بشینم و امشب لذت ببرم. جای همه شما خالی. مجید جان یه دست واسه دوستان تکون بده. اگه صحبت تشکر می‌کنم از شما و بچه‌هایی که می‌بینن، طرفدارای شما افتخار می‌کنن که یه همچین آدم بسیار خاکی و مردمی رو طرفداریشون می‌کنن. امیدوارم که همیشه پشتش باشید، پشت ما هم باشید. خیلی دوستتون دارم. اندازه گرمای هوای اهواز صحبت میکنه. تو صحبت عادیش خیلی بیس داره، صداش اوکیه. وقتی میخونه یهو تریپ میشه، خیلی صدا چپکوک. من این رو بهش میگم یه نوع اعجاز صدا که مجید این کارو خوب بلده. مجید جان من با عزت میرم بیرون تو این سوپرمارکتیه. نه سیگار، نه اهل سیگار نیستم. میرم یه واسه تیغ بخرم بیام و بشینم با کنسرت شما بخونی، من هم تو خودم رو تیغ بزنم بتره کنم خودم امشب. شاکرتم، دوست دارم.